کالونه ای رئیس مایده را چو میکنی؟ چو مایده بازی میکنی؟ ینگا اینا بزا کیف میکنی. خطاب من به تمام پریکولیستا، به تمام حجونگارهای هست که همین خیلنوارهای به حیایی را پهن میکنن. دون جوانای بابای میرگن شای، اینه الیک ملیک فاسق شای، از الله بترسه در بین امت محمدی این خیل به حیایی را پهن نکنه. شما معاونای شیطان هسته، شما از شیطان کمی نداره، شیطان از کار شما در حیرت موندگی هسته. من شما را به عذاب دردناک از جانب الله میترسانم. از این کارهای به حیایی دست بکشه و الا انتظار عذاب الله باشه. الله رب العالمین در قرآن او کسایی را که فقط دوست داشتن که در بین مؤمنان به حیایی پهن شود، خداوند برای اونها وعده عذاب کرد در دنیا و در آخرت. پس شما چی گمان میکنی وقتی که شما خودتون به حیایی را در بین مؤمنان پهن میکنی؟ از الله بترسه این خیل به حیایی را پهن نکنه. او کسایی که همین نوارها را پدلیتسا میکنن، لایک میمانن، اونها هم در گناه اینها شریک هستند. اونها هم فاسق و از جمله معاونای شیطان هستند. از الله بترسه و الا انتظار عذاب الله باشه.